درود بر شما هموطنان عزیز. این برنامه ما برنامه تعجیلی، برنامه اضطراری و برنامه مخصوص است. بعد از اون دو نمایشی که شما از طریق تلویزیون که پیروز دیدید، حکومت تاجیکستان، خانواده رحمانوف خیلی به شور آمدند و من گرفتار غضب، گرفتار تهمت و بهتان آنها شدم. آنها مرا گاه اگنت ازبکستان، گاه جاسوس روسیه و گاه دیگر فرستاده آلمان اعلان داشتند. در رادیو تلویزیون، در روزنامه ها، در سایت های اینترنتی ده ها مقاله ها، شعرها، گزارش ها در حق من ایجاد کردند. این همه اصلا معنی ندارد، زیرا مردم میدانند که حقیقت در کجاست، حقیقت در جانب کیست. مهمتر از همه، دهشتناکترین از همه، اهل خانواده رحمانوف بعد تماشای این دو برنامه امر کردند که دادا جان عطاولایف حتما بازداشت کرده شود. اگر ما نتوانیم و را بازداشت کنیم و به دوشنبه بیاریم و به زندان اندازیم، حتما دادا جان عطاولا باید جسماً نابود کرده شود، یعنی به قتل رسانده شود، کشته شود. شاید این آخرین سخنگوی من باشد، شاید این آخرین دیداری ما و شما باشد. از دست این ظالمان همه چیز می آید. آنها عادت کردند که هر یک نفری را که مخالف آنها است، هر یک نفری را که به آنها لبیک نمیزند، هر یک نفری که در زبانش حرف حق است، هر یک نفری که از عدالت حرف میزند، آنها برای خود دشمن اعلام میکنند. مناسبت حکومت رحمانوف با اپوزیسیا را ما خوب میدانیم. اینها در مناسبت با اپوزیسیا تنها سه راه را میدانند. راه یکم زندان کردن، راه دوم مجبور کردن که این نفر و یا آن نفری که ضد سیاسی آنها است وطن را ترک کند، و راه سوم راه دوست داشته آنها، راه مقبول آنها کشتن، به قتل رساندن یک نفری است که مخالف آنها است. مویانشاه نظرشایف، آتاخان لطیفی، سفرعلی کنجایف، محیدین عالمپور، حبیب سنگینوف، میرزا زیایوف، بشیرخان اسحاقی و ده ها نفر دیگر را میتوان نام برد که از دست این قاتلان کشته شدند. آخرین قربانی این سیاست کثیفانه امام نظرов در بدخشان بود که یک شخص مجروح را، یک شخصی که در بستر بیماری بود، یک شخصی که در دم مرگ بود، یک شخصی که مردم را به صلح خواند، به وحدت خواند، یک شخصی که کفیل آرامی در بدخشان بود و را در نصف شبی کشتند. این است سیاست آنها، این است دولت و دولتداری آنها. گناه من چیست؟ من تاجر نیستم که مال و اموال دزدیده باشم. من وزیر نبودم که خیانت کرده باشم. من یک ژورنالیست و یک سیاستمداری هستم که تنها حقیقت خود را میگفتم و میگویم و امروز آنها امری از بین بردن مرا دادند. گناه من چیست؟ مگر این گناه است که
ما از طریق تلویزیون توی پسری رئیس جمهور را نشان دادیم. ما انصاف داریم، ما به عدل احترام میگذاریم. ما بسیار صحنه ها را بریدیم به خاطر آنکه تماما این خانواده شرمسار و سرخم نشود. ما از آن برنامه صحنه هایی که وقت رحمانوف مست از میز میغلطید بریدیم. ما صحنه را که در آن یکی از دختران رحمانوف پای اوریان میرقصید بریدیم. ما صحنه را که یک نفری دیگر دست به محرمگاه دیگری میرسانید بریدیم. و وظیفه ما این بود که مردم یک بار چهره حکومت خود را بینند و این چهره را دیدند. به من ده ها آدمان از شهرهای گوناگون تاجیکستان زنگ می زدند، نامه می نوشتند، به واسطه یار دوستا می رسانیدند که این برنامه ها در تاجیکستان مثل یک زمین جمعی سیاسی بودند، مثل یک ترکیش بودند، مثل یک نعره بودند، مثل یک یشت بودند، مثل یک خورشید بودند که تاریکی را روشن میکردند. به من قصه کردند که وقتی مردم در بازار، در چایخانه یا در جاده ها به هم وا میخوردند از همدیگر میپرسیدند دیدی از همدیگر میپرسیدند مردم و دیگر چیزی نمیگفتند. آن روزها مردم میهراسیدند که کلمه های توی تلکندلی کپیلوس داداجان عطاوالله پیام این کلمه ها به زبان آورده نشود. در همان شب و روز ما میدانیم که در پدولی KGB، در تخانه KGB تاجیکستان بسیار نواربرداران، بسیار تهیه‌گران، بسیار آدمانی که در توی اشتراک داشتند و صاحبان توی به آنها شبهه میکردند به دالان‌های آنها را به دالان‌های KGB آورده بودند و آنها را اذیت میدادند. آنها را نمی‌ماندند که خوابند، فشار می آوردند، لط و کوب میکردند و میپرسیدند که این نوار چطور به دست داداجان عطاوالله افتید، که در این شرکت تلویزیونی او را پشتیبانی میکند، با کدام نرخ هر یک برنامه پخش شده است و چه باید کرد که پیش این برنامه ها را گیریم. من آشکارا میگویم در همین شرکت تلویزیونی از من حتی یک روبل، یک دلار و یک سوم کسی نخواسته است. این یک و کارمندان این شرکت تلویزیونی، ژورنالیست ها، رهبریت این کانال آدمانی هستند که به حقوق انسان، به آزادی های انسان، به دموکراسی گرویدند و آن چیزی که آنها کردند این یک دستگیری مردم تاجیک بود. این یک همدلی آزادگان و همدلی آزاد اندیشان قزاقستان با آزاد اندیشان تاجیکستان بود. چیزی دیگری که میخوام اینجا عرض کنم، ما حالا همه چیز را درباره رحمانوف و خانواده رحمانوف نگفته ایم. ما نقشه های زیاد داریم. ما میخواهیم سرهای مگو، رازهای نهانی این خانواده را که 20 سال حکمرانی میکند به شما کشف کنیم. ما هنوز نگفته ایم که بزرگان ملت تاجیک را که به قتل رساند. ما هنوز نگفته ایم که چرا راه ها را در یک کشوری نادار، در یک کشوری که مردمش در یک کشوری که مردمش زندگی فقیرانه دارند، کی راه ها را پولکی کرد؟ در پس راه های پولکی کی می ایستد؟
ما هنوز نگفتیم که این راهها تنها به خاطر آن پولکی کرده شدند که پول آنها به جیب داماد پرزیدنت جمال الدین نورعلیف رود. جمال الدین نورعلیف که وزیر جانشین یکمی وزیر مالیه تاجیکستان است و خانم جمال الدین آزاده رحمانова جانشین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان است. این پول به جیب آنها می رود، نه به بودجه مملکت. در تمام دنیا، در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، اگر دولت، حکومت راهی پولکی سازد، حتما این راه باید یک الटरनेटिव داشته باشد. باید در پهلوی اون راه بی پول باشد. هر کسی میخواهد با اون راه پولکی میرود و اگر نمیخواهد با راه بی پول. ما هنوز نگفتیم که برای چی پارلمانت تاجیکستان، پارلمانت کیسگی تاجیکستان به جای اعتراض کردن، به جای طرف مردم را گرفتن، به جای طرف خلق را گرفتن، به این یک شرکتی که شرکت غارتگر، شرکت دزد، شرکت غیر قانونی است، امتیازهای زیادی میدهد. ما هنوز نگفتیم که بدترین خیانت به وطن این فروختن زمین، فروختن مقدسات است. ما هنوز نگفتیم که چرا رحمانوف زمین تاجیکستان را، خاک تاجیکستان را به چین فروخت. ما هنوز نگفتیم که کی سیاستمداران تاجیکستان را زهر داد و به قتل رساند. وقتی ما درباره مناسبت به اپوزیسیا گپ میزنیم، پیش نظر من زید سعیدوف می آید. زید سعیدوفی که عاجز است، یک دست ندارد، ولی زید سعیدوفی که سراپا دل است. زید یک دل نداشت، زید 100 دل داشت. ببینید، زید در پاریس، در پایتخت فرانسه بود. وقتی به وی پرونده جنایتی کشادن، زید امکان داشت که از پاریس برنگردد، در اروپا بماند. ولی زید بیگناه بود و باور داشت که وی به تاجیکستان می آید و حقیقت را پیدا می کند. اما او را در فرودگاه حتی نگذاشتند که به عیادت کودک بیمارش رود. به دستایش زنجیر زدند و زندان کردند. این است مناسبت به مخالفین. این است مناسبت رحمانوف به دیگر اندیشی. یک چیز دیگر را میخواهم گویم که این برنامه ها نه تنها روح مردم را زنده کرد، سود این برنامه ها به بسیار آدمان رسید. از جمله آنهایی که این انتینه ها را، موجگیرها را می فروختند، به من نقل کردند که در این چند روز قریب که سطح سودای آنها، مقدار فروش 10 مراتب زیاد شده بود. بسیار آدمان انتینه می خریدند به خاطر آنکه سخن حق را شنوند، به خاطر آنکه پیام حق را بشنوند. و خودی اون که رهبری دولت با نزدیکانش، با وزیرانش مصلحت میکند و روی راست با آنها میگوید که این یا آن نفر کشته شود، از جمله امر میکند که دادا جان عطاالله کشته شود، مگر این بد اخلاقی نیست؟ اصلا از اخلاق درباره رحمانوف گپ زدن خودش بی اخلاقی است، خودش بی خردی است. هر کسی به رحمانوف باور کرد، خانه اش سوخت. من درباره خودم چیزی نمیگویم. ببینید وی به یعقوب سلیموف چیکار کرد.
یعقوب سلیموفی که رحمانوف را به سر قدرت آورده بود. یعقوب سلیموفی که وقتی که در خوجند به جان رحمانوف سوی قصد کرده بودند و با بدن خودش رحمانوف را پوشیده بود و امروز در زندان است. ببینید با غفور میرزایف چه کرد. غفور میرزایفی که یک عمر در خدمت رحمانوف بود. مثال دیگر، سابق وزیر کارهای داخلی یکی از نزدیکان رحمانوف، محمد نظر صالحوف، وقتی محمد نظر صالحوف از وظیفه رفت و گویا به گوش رحمانوف رسیده است که او نیتی در یکی از انتخابات ها اشتراک کردن دارد و به سیاست پیوستن دارد، محمد نظر صالحوف را در خانه‌اش در پیش چشم کودکانش نیوگیتیر کردند. یا گیریم قسمت میرزا زیایف را. مگر میرزا زیایف کم خدمت کرده بود به رحمانوف؟ او را به گفتگوی دعوت کردند و کشتند. دوست من میخواهم الهیده درباره دوست بهترین خودم محمد رضا اسکندرف گپ زنم. محمد رضا اسکندرف هم از آنهایی بود که رحمانوف را حمایت کرده بود در روزهای سختش. رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان، یکی از وزیرهای حکومت تاجیکستان، اینا از در مسکو دزدیدند و آوردند به زندان دوشنبه، به زندان تاجیکستان. آدم دزدی، آدم کشی، قتل، غارت، کشتار، اینها متدهای راهبری رحمانوف هستند. رحمانوف مقدسات ندارد. رحمانوف شما را، مردم تاجیکستان را بد می‌بیند. برای اون بد می‌بیند که شما در انتخابات ها برای رحمانوف آواز نمی‌دهید. آواز نداده بودید و آواز نخواهید داد. رحمانوف همه حجت ها را دارد. میداند که در کدام حوزه انتخاباتی، در کدام ناحیه، در کجا برای وی آواز دادند. رحمانوف به مردم ما نفرت دارد. رحمانوف مردم بدخشان را بد می‌بیند، به بدخشان شباخون زد. رحمانوف مردم سوغد را بد می‌بیند، به سوغد شباخون زد. و حتی در یک جلسه حکومتی نشرمیده رحمانوف گفته است مردم سوغدی تاجیک اصل نیستند. زن و خواهر و دخترهای آنها را به زنی گیرید، اگر نشود تجاوز کنید که خونشان تاجیکی شود. این است فلسفه رحمانوف. ما میدانیم که با مردم رشت چه ها کرد. در چراغ روز یک مقاله بود، قتل عام گلها. من این مقاله را خوانده گریسته بودم. این مقاله را خوانده تمام کارمندان روزنامه میگریستند. در این مقاله از آن خصوص نقل کرده میشد شاهدان حادثه نقل میکردند که دختران 14 ساله، 16 ساله، 18 ساله رشت را با ایویک های رحمانوف با ماشین ها بار میکردند و میبردند و در آن بهار 93 بعد 9 ماه، بعد 10 ماه، بعد 11 ماه این دخترهای دیهاتی، این دخترهای روستایی، این دخترهایی که مثل اشک پاک بودند، اینها از ترس بدنام شدن، از ترس کودک تولد کردن خود را به دریاها می‌زدند، خود را از سر کوه‌ها می‌پراندند، خود را می‌آویختند. ما در این باره نگفته ایم. امروز وطندار بهترین حقوقشناسان را جمع کرده است. ما می‌خواهیم به سود بین خلقی مراجعت کنیم که رحمانوف در زندگی جزایش را بیند. ما کشتن نمی‌توانیم. ما به کسی امر کشتن نمی‌دهیم. ما قاتل نیستیم. ما نمی‌خواهیم خون یگان نفر را به گردن خود گیریم. دستان ما پاک است. قلب ما پاک است. روح ما پاک است. عقیده های ما پاک است. ایده های ما پاک است. ما پاک هستیم، اما آنها زشت هستند.
آنها فقط ما را میترسانند، آنها فقط ما را میترسانند به زندان کردن، به کشتن، به مجبور کردن که تو وطن را ترک کنی. اما باید آنها دانند که دیگر دور ترس نیست. اما باید آنها دانند که امروز مردم تاجیکستان چهره آنها را دیدند و میشناسند. اگر آنها حلال باشند، اگر آنها پاک باشند، چرا از یک برنامه می‌هراسند؟ اگر آنها پاک باشند، چرا از یک برنامه تلویزیونی می‌هراسند، می‌لرزند مثل بید؟ چرا امروز آنها سایدها را می‌بندند؟ چرا امروز آنها خود را شرمنده دنیا کردند؟ یوتیوب را بستند، کاپیروس را بستند، توپ تیجه را بستند و چندین روزنامه های دیگر را و چندین سایت های دیگر را بستند و شرمنده دنیا شدند. امروز توی رحمانوف باعث خنده‌خریش جهانیان شده است. امروز از این توی لحظه هایی که از این نواری که ما پهن کردیم در تمام اتحاد شوروی، در اروپا، در امریکا، در کشورهای عرب پهن میشن و مردم میخندند. بعضی ها میگویند رئیس جمهور حق دارد. نه، رئیس جمهور حق ندارد. رئیس جمهور بودن، وزیر بودن، چنانیک بودن، کارکنی اداره دولتی بودن، این فقط محدودیت است، محدودیت است، محدودیت است. اما برای آنها یگان محدودیت نیست. رحمانوف حکومت را به یک کلخوز، به یک تشکیلات خصوصی بدل کرده است. شما ببینید قریب همه وزیرها از دنغره و اطراف آن است. شما ببینید تمام خانواده رحمانوف یا وزیرند، یا جانشین وزیرند، یا تاجرند، یا بانکیرند. یک مثال، در تمام رایون‌های تاجیکستان، در تمام شهرهای تاجیکستان سردار میلیسیا، رهبری KGB حتما از دنغره و اطراف آن است. تنها این رقم ها را به خاطر گیرید. در مجلس شهر دوشنبه از 60 نفر وکیل تکرار میکنم، 48 نفرش از دنغره و اطراف دنغره هستند. من میخواهم به برادرانی که در وزارت داخله، در کمیته امنیت ملی، در وزارت دفاع کار میکنند، برادران عزیز، از این رژیم پشتیبانی نکنید. مردم را عذاب ندهید. از غضب خدا ترسید، از غضب مردم ترسید. شما امروز دولت تاجیکستان را حمایت نمیکنید. شما امروز یک خانواده را حمایت میکنید که باعث بدبختی شما هم هست. شما ببینید چند سو شما ماهانه میگیرید. حالی فرزندای شما چطور است؟ چند سو پدر و مادر شما نفقه میگیرند؟ آیا شما یک زندگی خوشبختانه دارید؟ پس خواهش میکنم اتومات‌ها را به زمین گذارید. پس خواهش میکنم مردم را اذیت ندهید. پس خواهش میکنم از پس رحمانوف نرید. آینده خودتان را تباه نکنید. ترجمه حال خودتان را سیاه نکنید. آینده فرزندانتان را سیاه نکنید. از این رژیم دست کشید. این رژیم یک خانواده، این رژیم یک گروه، این رژیم یک بنده است. برای همین شما ببینید که وزیرای شما کیستند. ببینید که سردار اپراودینی ها کی هستند. ببینید که راهبرای شعبه ها کی هستند. بله، شما مردمی بدخشان، مردمی زرافشان با آنها بیگانه اید. یک زمانی میگفتند حکومت کولابی ها. هرگز. دوستان کولابی من میگویند که ما شر میکنیم و خدا را شکر امروز مردم دیدن که مردم کولاب، مردم شریف و سربلند کولاب از اینها پشتیبانی نمیکنند. بهترین فرزندای کولاب قربان شدند و بهترین فرزندای کولاب امروز در کنج زندان هستند. برای هم مردم کولاب هم این را میداند.
ما ضد محلگرایی هستیم. برای ما مفهوم محل نیست. محل باز، غرامباز، فریبگر، خاکپاش، این همه رحمانوف است. ببینید چند روز پیش با جوانان ملاقات کرد و برای محبت آنها را خریدن به هر یک نوجوان یک دانگی پلنشت هدیه کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که این جوانان دل این جوانان را بیابد و آنها در انتخابات به رحمان آواز دهند. به نزدیکی رحمان هم میخواهد که تمام امام خطیب های مسجد ها را برای تمام امام خطیب های مسجد ها ماهانه معین کند. امروز در مسجد های تاجیکستان اصلا ملاهای درباری، ملاهای کسگی، ملاهای فاسق کار میکنند و مسجد را هم به شعبه پروپاگاندا و اگیتاسیا، به شعبه ترغیب و تشویق دستگاه رئیس جمهور بدل کردند. چند روز پیش چخیلی گفته بودم در مسجدها، این در یکان جای دنیا دیده نشده است، در مسجدها پیام رحمانوف را محاکمه میکردند، ترغیب میکردند و تشویق میکردند. در نماز جمعه آخرین باشد موضوع مراجعت به مردم بود که به تلویزیون های بیگانه باور نکنید، به دادا جان عطاالله باور نکنید، فقط رحمانوف را دوست دارید، فقط رحمانوف را ستایش کنید، فقط رحمانوف را تعریف و تحسین کنید. من از مرگ نمی هراسم، من از بیشرفی می هراسم. من از مرگ نمی هراسم، من از بیناموسی می هراسم. من زندگی خودم را، من حیات خودم را برای در راه حق صرف کردم. من زندگیم را برای مردم تاجیکستان صرف کردم. من همیشه حقیقت را می گفتم و می گویم و یگان وقت از این دست نمی کشم. اما من به رحمانوف گفتنی هستم که بازداشت من یا کشتن من کاری سهل نیست، کاری آسان نیست. من امروز خواه در روسیه باشم، خواه در گرمانیا، افتخار میکنم که در پس من، همراه من دوستانی هستند که بهترین متخصصان در جانداری هستند، در پاسبانی هستند. ولی از همه اساسی من گفته بودم و باز میگویم، من خدا دارم، من به خدا تکیه میکنم، من دعای مردم را دارم، من به دعای مردمان تکیه میکنم. برای همین من هیچ وقت از راهم نخواهم گشت و خودی رحمانوف این را خوب میداند. من در تهران، در مسکو با رحمانوف صحبت ها داشتم. من صحبت 4 ساعته با رحمانوف در دوشنبه داشتم. رحمانوف میخواست که مرا، دشمن خلق را، اگنت ازبکستان را، اگنت روسیه را، اگنت گرمانیا را بخرد. آن وقت من برای و اگنت نبودم، اما من فروخته نشدم. بعداً رئیس کمیته امنیت دولتی تاجیکستان سیمومین یتیموف که امروز به رغم من کار میبرد، به نزد من آدمانش فرستاده بودند. من با آنها واخوردم. آنها یک مقصد داشتند که مرا خرند، چخیلی که دیگران را خریدند، چخیلی که یک گاو و یا گوسفند را میخرند. اما من به آنها گفتم آقایان، شما باور کنید که من هیچ وقت از راهم نمیگردم، به هیچ وجه به یگان پول. بعد این نماینده های حسن سعدالله دولت عروس پرزیدنت نیم سال سری مرا گیج کردند. آنها وظیفه پیشنهاد میکردند، آنها پول پیشنهاد میکردند، آنها میگفتند هر چی خواسته باشی در تاجیکستان، فقط ضد ما ننویس، ضد ما سخن نگو، ضد ما برآمد نکن.
اما من آنها را هم با آنها هم خیر خوش کردم و گفتم خدایارتان من هیچ وقت با شما نخواهم بود، من هیچ وقت با شما در سر یک دسترخوان نخواهم نشست. و امروز باز آنها مرا تهدید میکنند. مدت پیش یک گنرالی بدنام را به $1,000,000 با وعده $1,000,000 گفته بودند که وظیفه تو از بین بردن داده جان است. امروز باشد آنها میخواهند که با راهبریت این کانال و این کانال تلویزیونی رابطه پیدا کنند، با آنها زبان یابند و هر قدر پولی که رهبریتی که پیروز میخواهد پاش دهند و پیش راه ما را گیرند. اما خوشبختانه نه همه چیز فروخته می شود، نه همه فروشنده هستند و کوشش های آنها انشاءالله به باد خواهد رفت. و چیز دیگر، شما چرا این گناه ها را میکنید، این جنایت ها را میکنید نمی شرمید؟ ولی یک نفری که از گناه های شما، از جنایت های شما، از خیانت های شما حرف میزند، گناهگار و جنایتکار و خیانتکار میحسابید. شما گمان نکنید که یک عمر این طور زندگی خواهید کرد. میدانم شما گفته بودید ما چرخ دولت را سورکه کرده ایم، ما سورکه شما را میشکنیم، ما چرخ شما را باز میداریم. ما مردم تاجیکستان، ما شمالی و جنوبی، ما ختلانی و بدخشانی، ما زرفشانی حصاری، ما روس و ازبک، ما تاجیک و تاتار، ما تمام مردم تاجیکستان، تمام شهروندان تاجیکستان امروز در تاجیکستان باد آزادی میوزد. ما دیگر به هیچ وجه و در یگان صورت نمیتوانیم که باز 20 سال دیگر شما را طاقت کنیم. وقتی شما تمام شد. الوداع حکمت، الوداع رحمان. زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان آزاد، زنده باد تاجیکستان رعیت پرور، زنده باد تاجیکستان عدالت پرور، زنده باد تاجیکستان بدون رحمان. خدا حافظ تا دیدار و تا پیروزی.